وحدت ملی پیشوای ملت 9 مارس سال جاری با فعالان جامعه و خادمان دین مواخره داشتن، گفتن که ملت من 99.9% مسلمان است. ما یکتاپرستیم. ما اون ملت فارس هستیم که باید قدر و منزلت خود را بشناسیم. باید بدانیم که ما چی هستیم، چی تاریخ داریم، چی فرهنگ داریم، چی ایمان و دین داریم. آیا اونانی که ملت ما را، وطن ما را سنگزنش میکنند، آیا اونها از تاریخ ملت ما آگاه نیستند؟ اونا بروند صحیح البخاری را باز بکنند. در صحیح البخاری نسبت ابناء فارس حدیث هست که اگر علم در سوریا باشد، رجل من الفارس او ابناء من الفارس، این علم را میارند. لو کان الدین فی سوریا، در لفظ دیگر دین اگر در سوریا باشد، مردم از اهل فارس را میارند. در تاجیکستان عزیز ما بعد از زمان استقلالیت چقدر پیشروی‌های دینی هست. شما ببینید در زمان شوروی همگی 50 مسجد داشتیم ما. حاضر چند مسجد داریم؟ 4000. چند حاجی میرفت در زمان شوروی؟ این شب روز ما 7000 حاجی روی کردیم. سه اسلامی نگذاشتن. عنوان‌های ناخوانده برای خودشان ماندن به نام مولوی فیروز احمدی یا مولوی عبدالقدیر حامی که جهاد در تاجیکستان فرض عین شده است اعلام میکنند. شما ببینید برادران عزیز، در دین مبین اسلام ملت ما، ملت فارس، یگان زمانی که 1300 سال زیادتر این ملت دین مذهب دارد، یگان کمبودی دینی در خودش نمی‌بیند. از خدمت کلام الله مجید، از خدمت احادیث های پیامبر، از جشن گرفتن مذهب امام اعظم 1310 سالگیش از 2009 بزرگداشت مذهب امام اعظم ما گرفتیم. ما امروز خطاب میکنیم با مردم افغانستان که ما احترام قائلیم برای اون مردم، اما خطاب برای اون دو ابله میکنیم که حداقل مسائل دینی را از همون مبدأ دین مبین اسلام میخواندن که جهاد را کی باید اعلام کند؟ امام خطیب، امام مسجد. آیا خطیب از خطیبان مسجد حقوق دارد که در اسلام جهاد اعلام کند؟ جهاد در اسلام امام مسلمان هایی که جهان اسلام بر اون قائل است اون اعلام میکند، اون نظام خودش را دارد. یا اینها میخواهند تاجیکستان را به مانند سوریه به خاک خون بکشند. جهاد کردن امروز سوریه نابود شد. در کجا هست سوریه؟ کجا را دستگیری کردن؟ چون که وقتی که ابوبکر بغدادی دعوای خلافت کرد، تمام علمای مذهبی و غیر مذهبی، تمام علمایی که در شبکه هستند چه از عرب و عجم، همه محکوم کردن، گفتن این ملعون و مردود است، نکنن این کارا، این خلافت این بر دروغ و دعوا هست. در نتیجه اینها دیدن که اون مردی کجا بود، حتی مذهب مسلمانی اون معلوم نشد. اما سوریه کجا شد؟ برادران عزیز، جهاد در کدام علت؟ اول اینکه اون طالب علم است، اون ملا است، اون خطیب مسجدی است، برابر بآموزد اسلام است. اسلام را بآموزد که در اسلام جهاد مقصود نیست، مقصود بذاتی نیست. جهاد وسیله است به غایت رسیدن، به مقصد رسیدن. و به مقصد رسیدن چی از غایت؟ یکتاپرستی. مردم ما 99.9% مسلمان و یکتاپرستند. در تاجیکستان کلمه شهادت همه میرانند. در تاجیکستان نماز هست، روزه هست، حج هست، زکات هست، 5 ارکان اسلامی هست. آیا جهاد بر علیه اینها کدام اسلامی را گفتند؟ جهاد وسیله هست با مقصود رسیدن که او یکتاپرستی است. ملت تاجیک همه یکتاپرستند. من تأسف میکنم از اون جوانانی که برای اینها کمیتر می‌نویسند که از روی ناموس، از روی ننگ، از روی ایمانداری بیاین که قیاس مقایسه میکنیم مسلمانی تاجیکستان و مسلمانی افغانستان. 45 سال شد خون میریزد در اونجا. چرا ما دولتی مسلمان در اینجا جهاد اعلام نکردیم در افغانستان؟
با کدام رنگ و با کدام نمود، با کدام ناموس و عقیده برای این ملت دست میزنی؟ تو میبخشی سلاح تمام کشورها از اونجا فروخته میشود. 80% مواد مخدر در تمام دولت‌ها از افغانستان میرود که با نص قرآنی و حدیث حرام است. تا از ناموس مادر تاجیک هم میزنی، ناموس پسران افغانستان در گپ زن. 45 سال شد خون میریزد در اونجا. در صحیح البخاری حدیث است: اول ما یقضا به یوم القیامه، اولین چیزی که روز قیامت در اونجا دلهاشو میارن فی الدماء، در خونها هست. حدیث مسلم و بخاری و مسند احمد ابن حنبل. اولین دیوانی که خداوند در روز محشر محاکمه میکند دیوان خونها هست. این 45-50 ساله که خون میریزانند، کی جوابی را میگوید؟ تو اونو پیشگیری کرد. تو اون قماندانی که خست گفت که طالب پشتو هست و پشتو طالب هست، ولی من بعدی برآمده میمانم و من طلب میکنم از این دو خطیب، از این دو نادان، از این دو انسانی که از دانشگاه اسلامی نگذشتن، شما با خونهای مسلمان ها بازی میکنید. دولتی که 4000 مسجد دارد، دولتی که بزرگترین مسجد در آسیای مرکزی دارد، دولتی که دانشگاه اسلامی دارد، دولتی که شعبه فتوا دارد 24 ساعت حرام و حلال و مزاربه و سود و نکاح طلاق مردم فیصله میکند. مردمی که 5 ارکان اسلامی در اینجا جاری هست. اگر صحبت از سر و لباس اسلامی میرود، در کشور ما سر و لباس اخلاقی اسلامی من شدگی نیست. نه قانونی هست، نه کسی این را من کرده است. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت 2 بار قرآن را به زبان تاجیکی ترجمه کردن، رایگان بر ملت تقسیم کردن. در 6 آیت این اشاره میشود به سر و لباس اسلامی. آیا کسی حق دارد که اون چیزی در نص قرآن هست او را رد کند؟ شما از علما پرسید، شما از اونهایی که زمام حکومت تاجیکستان در دست اونهاست از اونها بپرسید. با گپ‌های شبکه و با این اینترنت ها و با اون مخالفینی که جنگ و خون دنبال میکنن، همیشه دنبال فتنه هستند که قرآن میگوید الفتنه اشد من القتل، فتنه انداختن در میان مسلمان‌ها از آدم کشی بدتر است. از اونها میگیریم فتوا میتیم. بنابراین اینها اول باید کلمه جهاد آموزند. تو امروز ما را دین میآموزی. برادر عزیز، باید هر یک انسان، ما برای ملت افغانستان حرمت و احترام قائلیم، لیکن برای اون رویه هایی که در اونجا هستند، برای اون جاهلانی که پیروی از اون سلفی معاصر و مدخلی و تحریری و تکفیری میکنن، آیا همونها در منبر صحبت میکنن کفالت امنیت خانه خودش داده میتونن؟ کفالت امنیت فرزندانش داده میتونن؟ در مسجد در نماز جمعه آیا 10 اخبار نداد در افغانستان مسجد میکفد؟ این هست مسلمانی اونها. این جماعت و جماعت به کفر میکشد، جهاد علیه و اعلان میکند، مسجد در روز جمعه میکفد. چی هست؟ در اینجا برادران عزیز، من خطاب بعدی با جوانان تاجیک است. از روی جوانمردی و ایمان ناموسی وطنداری داشته باشید. هر ملت را خداوند یک پارچه زمین میتد، فرض عین میکند که اون ملت، اون وطن ایمان و اسلام و ننگ ناموس است که اون را حفاظت کند. اگر نکند در پیش خدا در عین به ناموسی میبرد. در باره حفظ کردن وطن آیت قرآنی هست، احادیث نبوی هست. بنابراین برادران عزیز، ما باید یک خصلت ناچیز داریم. ما جوانای امروز، خصوصا اون جوانایی که در مهاجرت مهنتی هستند، فتوا را از علمای خود ما نمیگیرند. 10 حدیث عالم تاجیک میگوید، یک حدیث یک عالم بیگانه در تگ کمیته او مینویسد که این حق بود. آیا امروز کسی دیگری میآید از دین و ملت و دین و مذهب ما حفاظت میکند؟ بنابراین من امروز در این روز جمعه در این بالای منبر باز یک بار دیگر میگم برای شما، یگان کس لباس اخلاقی اسلامی را در تاجیکستان منکدگی نیست. اینها دستک پیدا کردن در شبکه اجتماعی. وقتی که اون گلرانی که درباره پشتوها صحبت میکرد،
اون زبس من از اینجا که رفتم در فیسبوک میمونم و طلب میکنم از اونها که جوابی را بگن چرا جهاد اعلان نکردم؟ آیا اسلام گفتگی است که اسلام از پشتوها و پشتوها مسلمان است؟ در اونجا میگه که همین امارت اسلامی همین طالبان پشتوان و پشتوها طالبان. میگه کلابی ها و اون تاجیک هایی که ای آب گذشتن اومدن ما همه اینها را لقمه ماهی های دریا میکنیم. این آدم کشی اسلامی مسلمانی هست. ملت ما عالم دارند، ملت ما دانشمند دارند، ملت ما فرضیت حجاب و مسئله جهاد از اونها بیشتر خوبتر میفهمند. امروز ادبیات ها با زبان تاجیکی نوشته می شود و پیشوای ملت 2 بار قرآن ترجمه کردن و این آیت قرآنی هست درباره سر لباس زنها. همه خانه ها در رایگان تقسیم کرده شد خوانده شدن. امروز در شبکه اجتماعی در اینترنت عجیب مسائل میرود برادر عزیز. یک جوان نزد من آمده بود شعبه فتوا میگو و کی داملا همین انصاری بسیار ملاحه من امیر را گوش میکنم لیکن مدنی را گوش میکنم. ابو محمد مدنی یک جاهل تکفیری دیگر است. او را گوش میکنم او میگه انصاری کافر است. او را گوش میدارم نه که انصاری میگه که ابو محمد مدنی کافر است. تو مرا بگو کدوم اینا کافر است؟ من گفتم برادر عزیز تو از اون کسان دین میگیری که میشینن و مسلمانان دنیا را تکفیر میکنن. در کجای قرآن آمده است که تکفیر کنن؟ در کجای حدیث آمده است؟ بنابراین برادران عزیز امروز زمان حساس است. زمان هست که تمدن فرهنگ ها با یکدیگر مقابله دارند در جهان. فقط همین است که سر لباسی معیار شرعی را با لباس های همان میلی خودمان محکم کنند. تمام اینا دیگه آمدن که جنگی به خدا هست، این کار از فرموده خدا هست. چی گفتی را؟ کجا قانون برآمد؟ کجا یک کس خیست این گپ زد؟ بنابراین برادران عزیز من شما را روزی که حرکت اسلامی شام عراق شروع شده بود در اونجا علما میگفتن و منم گفته بودم که همین دعوا کردن خلافت اسلامی درست نیست، چون که محمد صلی الله علیه و سلم معلم دین من شما گفته بود که مدت الخلافت 30 سنه، مدت خلافت اسلامی 30 سال است. با 4 تا خلیفه مسلمان ها و 6 ماه حسن ابن علی تمام شد. ثم تکون ملک گفت بعد پادشاهی می شود الی ماشاء الله تا روزی که خدا بخواهد. آن دیگر تعیین نکردم بازگشتی خلافت اسلامی را علمای دنیا. بیگانه پرستی نکنید. اگر ایمانیت ننگ و ناموس آری تاجیکی مسلمانی در تو تولید نکند در ایمانیت شک است برادر عزیزم. تا کی ما بیگانه پرستی میکنیم؟ تاجیکستان چی کمبودی دارد؟ آیا تاجیکستان عالم ندارد؟ آیا تاجیکستان دانشمند ندارد؟ آیا تاجیکستان کتاب نویس ندارد؟ آیا تاجیکان در عرصه جهان اسلامی صحیح‌ترین کتاب حدیث هم ننوشتن پیشنهاد کردن؟ آیا کتاب و تفسیر و منطق و فلسفه و فصاحت و بلاغت تاجیکان ننوشتن؟ 272 مصنف تاجیک داریم ما. بسیاری کتابان اینها در جایهای نوشتن که هیچ ادبیات دینی در نزد اینا نبود. امروز تمام ملت اسلامی جهان عرب پیشانی ما را میبوسد برای خدمت کردن در دین ما. معلم دین ما در صحیح بخاری بیان میکند که ابنای فارس، فرزندان فارس دین از ثریا میارن، اینا در کتف سلمان فارسی میزنند. انصار و مهاجر عرب در اونجا هست، از اونها تعریف نمیکند، از ملت دینداری فارس تعریف میکند. آیا شما در این ملت جهاد اعلام میکنید؟ آیا شما این ملت از این سوال میبرید؟ کلمه شهادت در اینجا جاری هست، نماز جاری هست، زکات جاری است، حج جاری است، روزه جاری است، 5 رکن اسلام. کاش که تو میدانستی که جهاد چی معنا دارد. کاش که تو از مدرسه اسلامی میگذشتی که تو را میگفتن که ای برادر عزیز جهاد وسیله به مقصود رسیدن است. جهاد مقصود به ذاتش نیست در اسلام. مقصود در اسلام یکتا پرستی است که جهاد وسیله است که مردم یکتا پرست شوند. در صحیح البخاری حدیث است، پیامبر اسلام میگه که
سباب المسلم فسوق، دشنام دادن انسان مسلمان فسق و فجور است و فحش است. و قتاله کفر، جنگیدن در مقابل مسلمان ها کفر است. این حدیث بخاری است. 45 سالشه در افغانستان خون میریزد. آیا شما یک بار از کتاب های حدیث ورق زده؟ تو میدانی چی فتوا داده است؟ تو هوش داری چی گفته است؟ تو کی را گفته است؟ تو یک بار از تاجیکستان سر بزن، همشهریای تو که تاجیکستان آمدن گفتن ما جنت در تاجیکستان یافتیم. خودشان صحبت کردن، ما از خودشان شنیدیم. این امنیت، این تازگی، این مسجد، این آرامی، گفتن در افغانستان در روز جمعه ما در نماز اخلاص نداریم. دنبال همین هستیم که حاضر به کفت یا زمان دیگر. بنابراین من یک بار دیگر میگم برادرای عزیز، از برای خدا، از برای دین مبین اسلام، از برای ایستادگری اساسگذار صلح و وحدت ملی و پیشوای ملت، به خاطر التماس تمام علمای جمهوری تاجیکستان من دعوت میکنم بیگانه پرستی را بس کنیم. قسم به خدا شما دیدین که وقتی اونها داخل شدن مردم دست حمایلات چسبید. آیا در تاریخ دیده بودین دست حمایلات آدم چسبید؟ روزی که خانه به خانه در پنشیر دخترها زیر سوال، زنها زیر سوال بودن، کشته میشیدن، کجا بودن اونا جهاد اعلام کردن؟ از اون دو مولوی است به نام ملا هست. من فکر میکنم اونا مقصد و مرام دین نمیدونن. لیکن این جماعت در زمان صحابه هم بودن برادرای عزیز. با عنوان خوارج جمعه گذشته من نقل کرده بودم.